Hi. Hi guys. How are you doing? It's me, Sultani. Let's get started. عزیزان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلطانی هستم، با انرژی شروع میکنیم جلسه اول دوره آفلاین. آقا، خانوم، هر جا هستی تصویر منو میبینی فکر کنی هیچی زبان انگلیسی یاد نداری، صفر. اصلا یه هلو فقط بلدی، یا فقط بلدی های که میشه سلام. هلو، جواب منو بدین. های، بریم. خب من یکی دو جلسه فعلا با فرق تفاوت ساختار انگلیسی با فارسی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. اصلا ساختار فارسی چیه، ساختار انگلیسی چیه؟ ببینید، من اول با ساختار فارسی شروع کنم. این جمله رو نگاه کنید. من غذا میخورم. خوب گوش کنید. من غذا میخورم. ببینید بچه‌ها، من غذا میخورم جمله‌ای که معنی داره، درسته؟ شما هزاران جمله مثل این جمله میتونید بسازید. مثلا میگید من مدرسه میرم، یعنی کافی اینجا من فعل بیارم، درسته؟ اینجا مفعول، حالا مفعول من نمیخوام وارد گرامر، فاعل بیارم. اوکی؟ بگید چند تا مثال دیگه شما بگید یالا. آفرین. بگو هر جا هستی با من. فکر کن الان سر کلاسی داری به من میگی. خب آفرین. من صبحونه میخورم دیگه. من ماشین میرونم. یه عملی توش باشه. نگاه کنید، میخوام جمله هایی بسازید که توش یک عملی باشه. خوردن، خوابیدن، نشستن، رفتن. من روی صندلی میشینم. من زبان درس میدم. اوکی؟ هزاران از این جمله. اصلا بابام ماشین میرونه، بابام ماشین داره، مادرم غذا درست میکنه. اوکی؟ هزاران جمله مثل این داره. حالا نگاه کنید، قربونت برم، خوش تیپ، خوشگل، خوب گوش کن اینجا رو. من میام اینجا فاعل رو حذف میکنم. نگاه کنید، بیاین اصلا منو حذف کنید. حالا جمله رو بخون. غذا میخورم. بچه، غذا میخورم معنی میده؟ Of course، البته که معنی میده. در طول روز شاید مادرت بگه بیا غذا بخور، یا مثلا میگی من غذا میخورم. نمیگی من غذا میخورم، میگی غذا میخورم. محمد غذا میخوری؟ میگی آره مامان غذا میخورم. پس من فاعل از جمله حذف کردم، معنی داد. بریم سراغ آزمایش بعدی. غذا رو حذف کنید ولی من بذار باش. حالا جمله رو بخونید. من میخورم، یعنی من اومدم غذا رو از جمله. معنی میده؟ در طول روز آیا شده که شما بچین که مثلا میتونی بگی من ماشین میرونم، میتونی بگی من میشینم، من فلان، من میخورم؟ Of course. پس من میخورم هم معنی میده. مگه میشه من از جمله یه جزئی از جمله رو، یه بخشی از جمله رو حذف کنم اما معنی بده؟ میگم آره. خب بیاین یه کار دیگه انجام بدیم. من میخوام امروز با این آزمایش بهت ثابت کنم که چقدر یه چیز مهمی که الان از آخر بهت میگم. منو غذا رو حذف کن. 2 تا کلمه رو از جمله حذف کن. میخورم معنی میده؟ یعنی شما در طول روز بابات یا مادرت یا هر کسی بگه مثلا بیا غذا میخوری، تو بگی آره میخورم. آره میخورم معنی میده. یعنی میخورم به تنهایی معنی میده. حالا میخورم از جمله حذف کنید، چی میمونه؟ من غذا. حالا به من بگید من غذا معنی میده این جمله؟ سریع چک کنید. من غذا آیا معنی میده؟ شما میتونید بگید من غذا؟ معنی نمیده. چه نتیجه میگیریم؟ آقا میخورم معنی داد ولی من غذا معنی نداد. ما با این آزمایش میخوام بهتون ثابت کنم که فعل، دوباره میگم فعل ناموس جمله است. فعل همه چیز جمله است. اصلا نمیتونی جمله ای رو تولید کنی که توش فعل نباشه. اوکی؟ من این درس مخصوص بچهای بیسیک ها. من با بچهای ادوانس خیلی مخلصیم. شما ادوانسی، شما پرفکتی. من قراره از صفر انگلیسی رو باهاتون کار کنم. بچه ها
اونایی که تازه زبان رو شروع کردید قربونت برم، اونایی که رفتی کلاس زبان ول کردی به خاطر اینکه نفهمیدی تا حالا یه سری جمله هایی رو حفظ کردی. بذار یه مثال بهت بزنم. به من بگو حالت چطوره به انگلیسی؟ آفرین، همتون گفتین how are you، درسته؟ حالا بگو حال پدرت چطوره؟ how are your father. نمیشه، میشه how is your father. چرا how are you رو بلدی؟ how is your father؟ چون حفظ کردی. دورت بگردم حفظ کردی، how are you رو حفظی. پس ما نتیجه میگیریم که ما فعل رو نباید از جمله حذف کنیم. حل تا اینجا؟ پس من با این آزمایش اومدم ثابت کردم که فعل چیه؟ بگید فعل همه چیز جمله است. خب بریم سراغ یه آزمایش دیگه. حالا بریم یک نوع دیگه ای از جملات رو بهتون بگم. مثلا میگم من خستم. میبینید تو این جمله چه فرقی این جمله با اون جمله قبلی داره؟ من خستم با من غذا میخورم نوعش اینه که اونجایی که میگفتیم من غذا میخورم فعل اصلی بود، یعنی یه عملی توش بود مثل خوردن خوابیدن، ولی اینجا عملی توش نیست. الان به نظرت من چیه؟ فاعله، درسته؟ خسته صفت بچه همین چی بوده از جمله حذف شده؟ آفرین، هستم و ما اومدیم از جمله حذف کردیم. پس ببین ما تو فارسی هستم هستی حذف کردیم، ولی تو انگلیسی حق نداری حذف کنی. پس این در اصل من خسته هستمه که از جمله حذف شده. پس این چه جمله؟ به این فعلا رو در زبان انگلیسی میگن فعلای تو بی، که ما دو انگلیسی به اینا میگم حالا وارد انگلیسی میشیم به اینا میگم فعلای تو بی. حالا چند تا جمله اینجوری بگید. من خستم، من چاقم، مادرم لاغره، خواهرم قد بلنده. میبینی عملی توش نیست. حالا نگاه کنید این جمله رو، میخوام این دوتا رو قاطی کنم. پدرم قد بلنده، پدرم والیبال بازی میکنه. میبینی؟ یعنی من اومدم یه جمله‌ای که گفتم بهتون که از این نوع جنس توبی داره و یه جمله گفتم که اصلی داره. پدرم قد بلنده، والیبال بازی میکنه. میبینین؟ پس ما فعلا بازم میگم برای بچهای بیسیک دو نوع جمله داریم کار میکنیم. ما سه نوع جمله داریم. ما مودالا رو فعلا نمیخوام کار کنید. جمله یکی باید جملاتی مثل من خستم رو یاد بگید و یه جملاتی مثل جملاتی که من غذا میخورم. باز چند تا جمله مثل من خستم بگید. خواهرم باهوشه، درسته؟ یعنی در اصل میشد خواهرم باهوش هست از جمله هست، فعلمون هسته. حاله. مادرم خانه‌داره، این در اصل بود مادرم هست یک خانه‌دار، اسمه خانه‌دار هست. اوکی؟ حله. پس ما تو این درس اول فقط اومدیم یاد بگیریم که در زبان فارسی، ببین من هنوز وارد انگلیسی نشدم، دورت بگردم، میدونم این جلسه یکم برات آسون شد بخندی، برو بابا من انگلیسی اومدم یاد بگیرم. این مهمترین درسه. حالا در وارد درس ها که شدی میفهمی چقدر این مهمه که من از این به بعد، یعنی موقعی که میخوام انگلیسی حرف بزنم ذهنم به دو قسمت تقسیم میشه. یعنی جمله‌ای که دارم تولید میکنم باید هستم هستی هست توش داشته باشه و جمله‌ای باید تولید بکنم که یه عملی توش باشه. نگاه کنید، اینور هستم هستی هستم، اینور عملا. نگاه کنید، خواهرم لاغره، خب این جمله است. مادرم خانه داره، بازم این جمله است. پدرم کشاورزه، این جمله است. پدرم کار میکنه، این جمله است، عمل توش داره. میبینید؟ مادرم خانه داره، مادرم خونه رو تمیز میکنه. خب دوتا قاطی شد، مادرم خانه داره، مادرم خونه رو تمیز میکنه. ببینید ذهنم الان راحته. حالا کاری که ازت میخوام، بیا تو گروه همین الان ها بچه، من تو گروه پشتیبانی میام، قرار همیشه هر شما فکر کن سر کلاسی. حالا این جلسه اول، از جلسه بعد بچه ها میان مثل شما سر کلاس میشینن، از اونام کمک میگیریم. ولی کاری که ازتون میخوام، بیاین توی جمله گروه فارسی، تو گروه پشتیبان ها، ویدیو رو که دیدی تو گروه پشتیبان، بیا از این جمله ها بساز. مثلا بیا بگو تو گروه که من خستم، میگیم که اینو فارسی فعلاشو بگو. من خسته هستم. من خسته هستم، فعلم میشه هستم. بیا جمله بگو، فعلشو به من بگو. من مغازه کار میکنم.
خب کار کردن فعل اصلیه. آقای سلطانی معلمه، میشه آقای سلطانی معلم هستش میشه فعلش. اوکی، میدونم بازم میگم شاید جلسه اولش خیلی برات آسون باشه ولی ما قراره از صفر سوال شروع کنیم. خیلی دوستت دارم، خیلی مخلصیم. بابای، جلسه اولمون تموم شد، اینه بریم سراغ جلسه دوم. میبینمتون. بابای.